واقعیت ها. آن دیگه از کالج خسته شدیم. نمیخواستم شما را ناراحت بسازم. نه 30 سال پیش و نه امروز. شب بخیر. خدایا لطفاً چیزی وحشتناک نباشه. شاید که کدام مشوقش باشه. اما چرا مثل دیوانا چیر میزنه؟ صافیه؟ استراحت کردی؟ درست از فردا باز گپ میزنیم. این دختر کجا رفته؟ معذرت میخوایم آقا. صفیه اینجا آمده بود؟ نه خیر آقا، یعنی ندیدم. پدر؟ این خانم کی است؟ هر وقتی که نوشته خوندی به این معنی است که دین خدا ادا کردیم. به خاطر که تو را تنها ماندم متاسف هستم. وصیت از اینجا شروع میشه. در سال 1973 اولین طفل محمد کارانلی و نرگس کارانلی به دنیا آمد. ایف یعقوب کارانلی. 2 سال کارانلی فقط یک تاجر بود. از افیون گرفته تا قاچاق سلاح و مواد مخدر، کل اینها را به تنهایی پیش می برد. ایف یعقوب کارانلی جانشین ای تجارت بود. نرگس خانم دومین طفل خود صفیه کارانلی که به دنیا آورد مشکلات قبرس آغاز شده بود و ترکیه در یک مشاجره جدید قرار گرفت. کارانلی ترکیه را مرکز قرار داده و از هر گوشه دنیا به اینجا مواد انتقال میداد. شراکتش با زیا و آقا خسرو در امی سال آغاز شد. یک روز در محل اقامتشان در مزرعه‌ای که
زندگی میکردن فرزندش ایف اختطاف شد. توبه. کارانلی بسیار وقت دنبال فرزندش گشت. از او روز تا امروز فامیله نتونست که فرزندش توسط کی اختطاف شد. به این موضوع دولت یا قصدن یا واقعا بیچاره ماند. اختطافچی ها کدام نشانی نموندن که ایف کارانلی را کشتن. این یگانه موضوعی بود که کارانلی تمام عمر خود نتونست حلش کنه. خانمش نتونست که حادثه را تحمل کنه و باعث شد که مریض شود. کارانلی به خاطر زنده نگه داشتن دختر خود صفیه را به خارج از کشور فرستاد. نظر به معلومات استخبارات نرگس و صفیه نزدیکترین کسها به کارانلی هستند. میخواستم امرای ما اینجا بیایی، اما یک اتفاق مهم افتاده. بسیار سالها قبل برای ما یک حادثه بد رخ داده بود. چه قسم یک حادثه؟ لطفاً بشنو. ما به خاطر محافظتت مجبور شدم که تو را به کانادا روان کنم. بعضی گپا را به خاطر محافظتت برات گفتن نتانستم. باور کو. پدر، بسیار یک سوال ساده پرسیدم. این خانم بیچاره کی است؟ صفیه نرگس مادرت است. پدر؟ کلی گپا را ما باید حال میفهمیدم. و خاطر که اینا را قبلا به تو نگفتیم چند دلیل داره. نمیخواستم ذهن تو را زیاد مغشوش بسازم. کارانلی در دنیای جرم بزرگ شده میرفت و دولت میخواست که در مقابل او یک ضعف ایجاد کنه. و این ضعفم تو هستی. دلیل گرفتن تو از یک یتیم خانه ای بود که تو را یک روز بزرگترین ضعف کارانلی ساخته بتانیم. کارانلی با یک ایف نیاز داشت. ما هم تو را ایف او ساختیم. شوخی میکنه؟ بچه کارانلی میگه؟ وقتی که تمام یتیم خانه را گشتیم، یگانه کسی که میتونست باعث بچه کارانلی باشه تو بودی. و دقیقا تو باید را بفهمی که یگانه خواستت تو مثل کارانلی هایی بود که هر روز بدون وقفه 3 بار عطسه میزدی. محمد کارانلی تو را بچه خود فکر میکنه و تو اونا را ناامید نمیسازی. بچهش میباشی. باعث جانشین کارانلی امپراتوری را که تشکیل داده از بین میبری. این دین وطن است که تو را به اینجا رسانده.
محمد کارهانلی تو را بچه خود فکر میکنه. تو را ناامید نمیسازی. به حیث جانشین کارهانلی امپراتوری را که تشکیل داده از بین میبری. دین وطن است که تو را به اینجا رسونده. ادامه سریال. کارهانلی به یک ایف ضرورت داشت. ما هم تو را یهو ساختیم. لباس های آوردم بیادر. خوب کردی. همراه لباس هم میکنی بیادر؟ یادم رفت که لباس ما بکشم. این گپا را باید حال خبر می شده، به خاطر که اینا را قبلا به تو نگفتم چند دلیل دارد. نمیخواستم ذهن تو را مخشوش بسازی. کارهانلی در دنیای جرم بزرگتر شده میرفت و دولت میخواست که در مقابل او یک ضعف ایجاد کنه و این ضعف هم تو هستی. دلیل گرفتن تو از یک یتیمخانه این بود که ما یک روز بتونیم تو را بزرگترین ضعف کارهانلی بسازیم. کارهانلی با یک ایف ضرورت داشت، ما هم تو را ایف او ساختیم. وقتی که تمام یتیمخانه را گشتیم، یگانه کسی که میتونست باعث بچه کارهانلی باشه تو بودیم.
یگانه خاصیت تو مثل کارانلی هایی بود که هر روز بدون کدام وقفه 3 بار عطسه می‌زدی. با ما کدام مشکل ایجاد نشه. چیزی نمیشه خانم. خودت میفهمی، اما اگه با پلیس روان کنیم خوب نمیشه. آقا اصلا بدی ما رو نمیخواست. امانت به نشانیش روان میکنم. خدا خیره پیش کنه. دیروز کجا بودی بیادر؟ اتفاقاتی نباید بفتم اموتی. نفهمیدم. تو که پیش نسرین بودی قلیش مرا به خاطر ملاقات پیش کارانلی برد. با چی دلیل؟ به خاطر پرسیدن درباره مرگ نجمی. خب کارانلی در جریان سوال پرسیدن بود که یک زنگ اومد. گفت با نام کاکا کس مرده. من فکر کردم که حتما کاکاش مرده. به نظرت کی بوده؟ عجله نکو. به خاطر مرگ نجمی اره محمد کارانلی بسیار جگرخون بود. اول میخواست که مرام بکشه و بعد از این خبر مسئولیت های نجمی اره را به ما تسلیم کرد. داخل شورا شدی بیادر؟ نه خیر، هنوز نه. این خبر خوش است یا بد؟ تا وقتی که خبر شدم همون کاکای ایلفون بوده خبر خوش بود. هنوزم خواب است. ماشین فرون آمده. نمیفهم منتظر باشم. او دوستی حالا دیگه با درد ما میخوره مربابا. کاکای ما سالها است که ما را فریب داده. بیادر کتابچه چی است؟ کتابچه حسابی مموتی. کتابچه دادا گرفت. کتابچه زندگی. مموتی کارا بسیار پیچیده شده. اگه بگویم گپای فهمیدیم دروغ گفتیم. کل ما در یک گرداب ماندیم. چند روز پیش یک ورق روزنامه مستقیم به شیشه خورد خواهد. خوب شد که حادثه نشد. به دست راست موتر بود. خوب شد که بره گرفتم. بیادر لطفا یکم احتیاط کنین.
چرا هر کسی که در زندگی میاین دروغ میگن؟ دنیا فانی است، پس چرا مردم خیانت میکنن؟ زندگیم سراسر دروغ است. وضعیت قمارخانه چطور است؟ خلاص میشه بیادر، اما مهندس بیخی حسابم خراب کرده. چرا؟ هر روز یک کار نو ایجاد میکنه. در کارش مداخله نکن، اما زودم دوام نکنه. در جایی که هستیم امن نیست ماموتی. درست است بیادر، اما اگر موضوع او کتاب فروش تعقیب کنیم چی به دست میاریم؟ ماموتی، کارانی کاکای تو نیست نه؟ چرا؟ به خاطر فهمیدنی که زندگی ما چطور با مرگ اسلان اکبای رابطه داشته باید این کار کنیم ماموتی. عدنان برو موتر آماده کو. درست است برادر. بیادر نفرد استخبارات بوده. همین قسم نوشته است ماموتی. حال دیگه ما نباید در کار دولت مداخله کنیم. اربابم در فکر یک امانت است. به خاطر این سوال که شما پرسیدین باید تو پاکت باز میکردیم و میدیدیم. وسایلت جمع میکنی؟ بله. کجا میری جانان؟ نمیفهمم. میشه با هم گپ بزنیم؟ به خاطر که صدای خود در مقابلت بلند کردم مسرت میخوایم. نه، تمام گپایت راست بود. ایلف میفهمم که بسیار روزای بدی را سپری کردی. کل اینا چیزایی بود که تحمل نمیشد. من تا که توانش داشتم خواستم همراهت باشم، اما به خیالم که دیگه توانش ندارم. تو را ناراحت ساختم، معذرت میخوایم. من یک نفر کشتیم ایلف. حقش بود جانان. ایلف من قاتل شدم. باندگه جانان، از نظر قانون تو حق به جانب هستی به خاطر که از خود دفاع کردی. کاش که ما میتونستم مثل تو از خود دفاع کنم. بازم فکر خود کردی که درباره خود فکر میکنم، اما بیبی کاکا اصلا کارمند استخبارات بوده جانان. ببینید مدیر صاحب، این گپایتان کاملا مذاق است. ما به خاطر که دلایل از بین نره خود رنج میتاب و شما به قدر زحمت میکشید بازم میگه نمیشه. کسی که اونجا بوده خانه را بلد بوده آقا، و یک راه خروجی پنهانی داشته. نفرای ما که داخل شدن اون از اونجا فرار کردن. اسناد؟ درست نمیفهمیم که چی را گرفتن، اما اوراق بسیار مهمی را گرفتن. در خانه نفرای خودش بود یا که نمیفهمم آقا. کسایی که اصلا اکبای کشتچیری واقعی را مشناختن. در ضمن یک جنایت نیست که خارج از کار باشه. کسایی که از خانه و اوراق گرفتن مرتکب جنایت هم شدن. از طرف مقامات هیچ کمک نمیشیم آقا.
مدیر صاحب اونو اگر کدام مشکل نداشته باشن چرا یادم کشته شوه؟ اما موترش انفجار نکن. فکر نمیکنم که از بعدی کدام نتیجه درست بدست بیه. البته به خاطر که با ما یک دلیل خوب بوده میتونست انفجار داده شد. به شمول تشکیلات محافظت عامه از مقامات بالا معلومات مفصل میخوایم. از شما خواهش میکنم که بدون استخبارات درباره تشکیلات محافظت عامه تحقیق کنید. او تشکیلات کاملا یک معماست. امروز روزنامه را میبینم که تمام زندگی نامه بچه استاد عباس است. معلوماتی که حتی پیش ما نیست. در ضمن قبل از کشتنش از خانه محمد کاراهانلی که بیرون میشده عکسش گرفته شده. اونا در روز اول قتل وقت تمام مقامات به هم گره میزنند. اینه یک دوستی دیگه که فایلش مجهول است. بیان محمد کاراهانلی را میتونیم بگیریم؟ مانده نباشی. تشکر بیادر. بفرمایید. بگیرین. تشکر. روز بخیر. تشکر، خدا حافظ. بفرمایید. براتون عاجل روان کنم یا که به نوبت؟ هر قدر زودتر که امکان داشته باشه. بچه شما آقا. بفرمایید. قلم بگیرین. بفرمایید. 4000 میشه. بچشه. یا 1000 تا. روز بخیر. سلام، میخوای میره به خارج از کشور روان کنم. بچه‌شم خانم. بفرمایید. یک ساده پیش خانه ما چطور گرفته میشه خلیل؟ کاکا گفت که کشته میشم. یعنی قاتلینش تعقیبش میکردن. کاکا با این کار خود هم قاتل هم مقتول است خلیل. ما کاملا گیج شدیم رئیس. حتما معلوم میکنم که یک عکس چه قسم گرفته شده. شما مرا امن ساختین. اول در داخل خانه بعدنی روزنامه آل محمد کاراهانلی به کلگی معلوم شده که کی است. این گپ به من مشکل ساز است. نمیفهمم که چی میشه. کل ما داخل جنگ هستیم. ببین در جنگ مرمیام شلیک میشه، زخمیام میشه و خونام ریخته میشه. هیچ رایم نیست که ما نشویم. جنگ ما آغاز میکنم کلیج. من میگم که کجا شلیک شوه. زخمی ها را من انتخاب میکنم. اگر مرا چیزی شوه جای خونه جاری میکنم و کلگی را غرق میکنم. اگر دولت میخواه تحقیق کنه با فرمایه بیایه. ما داستان 30 ساله داریم. اگر میخوای من مثل یک دوست بد ببین یا مرا احمق فکر کن، دیوانه فکر کن. فکر کن پشت علی دیوانه شدیم و با زندگی خود بازی میکنم. ایره بگو همراه می باشی یا نمی باشی.
علی دیپلمات نبوده، کاکا اصلا کتاب فروش نبوده، زندگی کل موقعیت نبوده. پس چی کده میتونی ایلف؟ اگر میخوایی من زمان برقب میبرم ایلف، دوباره الدالت زندگی خود میکشم، تو هم زندگیت با شکل عادی پیش ببر و واقعیت ها را درک کن. فقط یک کار باید انجام بدم، یک علی را پیدا کنم. ایلف، علی مرده، اگر دیپلماتم بوده مرده و اگر استخباراتم. اردالم مرده نه جانان، به هیچ شک نداری. میفهمی که چرا؟ چون تو را کشتی با دستای خود، کار خوب کردی. میفهمی که علی چرا زنده است؟ چون ما او را کشته نتانستم. نمیفهم در روز قیامت با کدام روی با من روبرو میشن. از عبدالحی دی کار استفاده میکنم. بیازوده ای جامعه زیاد شناخته شده نیست، با خوبی حرکت کرده میتونیم. بیادر، یک بار گم شدنتان توجه را جلب میکنه. حداقل مرا خو خبر کنین. ما برات خبر میتم، اما از عبدالحی نباید کسی چیزی بپرسه. هر قسمی که خودت بخوایی. کسی با کسی دیگه خو کار نمیکنه نه بیادر؟ چه قسم کار؟ نمیفهمم. با مقامات یا کسی دیگه با دولت خو کار نمیکنیم نه؟ کسی که با خداوند شریک باشه زیاد دریافت میکنه و اگه با دولت شریک باشه زیاد میپردازه. محمودی دیگه چیزی با پرداختن نداریم بیادر. در این صورت هیچ مشکلی نیست محمودی. تو میفهمی کی عکسکی گرفته است؟ از جمله ما نیست آقا. صدای خانه کاراهانلی شنیده میشه؟ نسبتا. ای که خدمتکاراش درباره چی گپ میزنن؟ ما را چی هست؟ باشلان درباره چی گپ زدن؟ از تکنولوژی پیشرفته استفاده میکنن. صدای اتاق جلساتشان شنیده نمیشه. اصلا چرا پیش کاراهانلی رفته بود؟ ای که ما طرفداری شرق میانه بزرگه نمیخواهیم، توجه کاراهانلی را با خود جلب کرده. نظر به معلومات اولی ملاقاتشان بوده، قبلا هیچ با هم ندیده بوده. تو فکر کو. اصلا با خوردن ماهی 40 روز پیش تصمیم میگرفت و 40 روز خدا به کسی نشان نمیداد که از شکمش کدام صدا نبرایه. ما میخواهیم ای را بفهمم که سوزن از کجا شد که در گردنتان خلید. وقتی که آزاد شدنی بودیم پس کاراهانلی چرا اجازه داد که زندانی شویم نظامودی؟ به خاطر بعض مشکلات است که یک روز خاصشان تال میخوره آقا زیا. آقا نظام راست میگه زیا بیادر. در 6 روز دنیا جور میشه. کاراهانلی یک روز استراحت میکنه. متاسفانه ما در روز برابر شدیم. خب حال استراحت خلاص شده. کاراهانلی محترم به خاطر جلسه منتظر ما هستند. آزادی یمن امات خداوندی است. از یک دروازه که عبور کنی دنیا را میبینی.
بشی چی گپ است دکتر صاحب؟ نرگس خانم باید استراحت کنه. چرا به این حالت است؟ با خاطر که تشویش زیاد از هواش ضعیف ساخته دوباره با زندگی برگشتن رد میکنه. او چیزی را که گفتیم تداوی داره؟ تداوی با خود مریض آغاز میشه خانم. چیزی را که خودت اراده نکنی وجود برکت در آورده نمیتونه. یعنی مادرم به خاطر که نمیخوای امرای ما گپ بزنه چوب است؟ شما را خونه هم نشناسه. این مریضی حافظه روم از بین میبره؟ این قسم نیست خانم. 30 سال است که نرگس خانم این مریضی تحمل میکنه. با خاطر که حالت روانی و فیزیکیش خراب شده تمام بدنش به درستی کار نمیکنه. راستش در مدت 15 سال نه کدام طریقه تداوی و نه کدام دوا مانده. اما شما خود 30 سال گفتین. در 15 سال اخیر دواهایی را که برشون تطبیق کردیم فقط مانعی شدیم که وضعیتشون دگام خراب نشه. در چی مدت زمان مادر ما معاینه میکنین؟ در 6 ماه یک بار. در 6 ماه یک بار؟ دیگه کار از دست ما ساخته نیست. راست میگین شما کار کردن نمیتونین. بسیار تشکر. رفته میتونین. از ماست؟ همراه پدرم گپ میزنم. به خاطر خوب شدنتان هر چیزی که لازم باشه میکنم. قول میدم. محمد کارانلی مرا خواسته و گفت که باید همراه او کار کنم. با جای نجمیاره؟ فقط وابسته به خودش. تو چی جواب دادی؟ گفتم که انتظاری مسئولیت داشتم. اگه خبر شوه که مرا گفتی این مسئولیت پس ازت میگیره. به نظر من میفهمه که میگم. تو را با خاطر داخل ساختن به شورا با دختر خود نامزاد ساختم. از مرگ میرال اعضای شورا خبر نیستن. اگه بخوایی ایره ادامه داده میتونیم. من کدام آرزو ندارم که داخل شورا. گفتی آرزو؟ در زندگی کاربار آرزو نمی باشه پولاد. در زندگی شخصی می باشه. ما میخوایم که تو را در شورا ببینم. قسمت. یک چیز دیگه است که باید به شما بگویم. نسرین جز به خودکشی زده بود. چی؟ حال چیز مهم نیست. کاملا خوب است. تو ولایتش هم میفهمی؟ بسیار روزای بد را سپری کرد. هیچ روزای بد نبود. او میخواست که کار به پایان برسه. به پایان نمیرسه. هیچ کس نمیتونه که نواسای ما جگر خون بسازه. ایره نباید فراموش کنیم که مادرشان است. به خاطر گفتم که خدا از خانواده‌تون احساس میکنم. نسرین یک خانم فوق‌العاده است. او حتی از یک مردم شجاع‌تر است. لطفاً برش یک فرصت بده. او بین ما و دخترم است. ما در بین شما نیستم. در کنارتون هستم. بازم شکر است. همین که مرمی اول با من صحبت کرد فکر کردم که میمارم. بعدن گفتن که از شوک سر چرخ میزنم و قسم فکر میکنی. هر دوی ما از دل یکی دیگه خود میاییم.
اگر مشکل نمی بود شما را همراهی میکردم، گرچه در جاهای مختلف توسط سلاح‌های مختلف با من شریک شده، اما تقدیر ما یکی است. بدتر از همه ای که با عیادت کسی بیایی و زیاد بشینی. مام چی میگم؟ به من کدام امر یا خواهش هست ینگه جان؟ بازم خوب شد، بخیر گذشت. تشویش نکنین، زندگی دیگه اینطور گپا را داره. خوشتیب، من مامان شما هستم. ماما پولاد بیادر گفت چیزی نگوی. حتی نامم گرفت؟ گفت به مامان نگو؟ گفت به هیچ کس نگو ماما. من کس هستم احمق؟ استغفرالله. این گپا را باند دیگه، لطفاً بگو بچیم. ماما چرا سر شریک ما قدر فشار میاری؟ در وقت شما با گپ زدن آدم مشهور میشد، اما در این وقت آدم با چوب بودن مشهور میشه. ببین من گپ میزنم. اوه خاک در گلت پژمرده. اگه یک عملیات بود باز با مرمی نامت مشهور بساز پژمرده. اگر 10% کارهای خدا برات بگویم باز مرا به قبرستان روان خود کردی. او احمق، نیک باز کدام لودایی کردی چطور؟ سر ما شک داری؟ در اینجا هیچ کس به اندازه سر سوزن از من شکایت نداره. در غضب خدا شوین، برن گم شوین. بیا شریک بیا، مامایم از پلیس شب خیسته. از اینجا که گم میشی پیش دخترا میری؟ دیوانگی نکن هان. شریک جانم هستی. کاش که این مرمی را بسیار وقت پیش میخوردم. او جوان مرگی مرا دیوانه کرده. $4 میلیون به تو چی است؟ پیسه یک چای. اونا بیبی از روتردام یکی می آیا. فرض کو که در آب غرق شد. دوستا شما اشتباه میکنین. موضوع پیسه نیست. ما به خاصانی خدا تسلیم نمیکنیم. بیادر داری؟ دارم. چرا پرسیدین؟ میخواین برادرم بزنین؟ نه، تو را میزنیم و او را میگیره.
چیغ نزن و بیادرش زنگ بزن. بیادر اول شما خاک بندازیم. شهموز ای آخرین بیل است که میگیرم. خداوند شما را سر ما کم نکنه بیادر. بیادرم به شما چی کنه بود؟ چرا از من نخواستید؟ حیف نیست بیچاره زن اولاد داره. تو نداری؟ دارم. پس چرا گپ میزنی؟ این شهر براتون پیسه داده اما عقل نداده. بدت آمد؟ شهموسه گفتی که مهم است. گفتی که منتظر بودن نمیتونم. گرچه زیاد وقت ندارم اما بگو پالا. به خاطر تسلیت گفتن و گله از شما گفتم که مهم است. گله؟ شما را کسی زندانی میکنه و ما هیچ خبر نمیشیم. یعنی که ما را از خود فکر نمیکنیم. ما را به تو غلط معرفی کردن پالا. ما از زندگی خود، از زندانی شدن خود و از مرگ خود هیچ کس خبر نمیکنم. هیچ کس. ما شما را ما فکر کرده آمدیم. ما کدام خواهرزاده که از ما گله و تحقیق کنه ندارم پالا. خواهرزاده داشتن به ما مشکل است. آقا به ما رسم و رواجات میتین؟ جایی را که ترک کرده به استانبول آمدین؟ 20 سال است که ما اونجا پادشاه هستم. 20 روز ده اینجا خراب شدی. استانبول آدم خراب میکنه. ما در جایی که نخواهیم نمی باشیم. بودن ما براتون مشکل ایجاد کرد. معلوم از دی فهرست کسایی هستن که اونا را شما میشناسین. میخواستم این فهرست با شما بتم که حداقل بتونین راحت نفس بکشین. چون این قانون ماست که برای بعضی ها فرصت بتیم. بیادر بزنمش. نباید ایره بزنی. ایره باید غرق کنی. از دست از این چیز نمه. کسی که روانش کده با او خبر بده که بیایه. با چشم بیادر. ما خو میگم قاتلین که اصلا باید پیدا شد. ما پلیس هستم. از کجا پیدا کنم؟ یعنی چی که از کجا پیدا کنم؟ پس دی چوکی نباید بشینی. ما فرما تو بشه حکمت. برو پیدا کو. ما یک دو نفر از که ازشان بپرسم. برو اونا را پیدا کو. میبخشی اشتباه کردم که اینجا آمدم. درست است حکمت بشی. کم اعصابم خراب است. اگه سرمای قسم آسرا میکنی دیگه اینجا نمیایم. کافیز دیگه. نوکر دولت خائنک کی کشته؟ تو اقدام کو. برو. من نظر به دلیل پیش میرم.
امروز صبح کاملا غافلگیر شدیم با خودم. 20 سال کاکای ما بود. صبح هم استاد ما شد. ما هم شدیم احمق. پس چرا میخوایی بفهمی که کی کشتش؟ به خاطر دیوانه نشدن. ها پولاد، تو میفهمی که یک عمر فریب دادن چی مانا داره؟ اگه کاکا اصلان میامد میگفت که ما به دولت کار میکنم ما میخوردیمش. کی راز دولت از نزدیکای خود پت میکنه بیادر؟ نمیخواسته که با شما مشکل خلق کنه. حال خلق نکده چطور؟ حتی شما را معرفی کردم. اگه کسی تعقیب کرده باشه باز نخود گفت که کارمند دولت با پدر مافیا دست به دست. آخرین دفعه چی با هم ملاقات کردیم؟ بار آخر ما در دکان نبودم. اونجا آمده و رفت. با عمر بابا یک پاکت داده بود که اگه مرا چیز شوه. هنوز فراموش نکردیم. قلبم به خاطر اون میتپه و یک دختر هستم که دیدار با مشوق خدا به روز محشر ماندیم. پولاد میفهمی علی تنها دوستم، عشقم، نامزدم و مشوقم نبود. و دلیل زنده بودنم بود. مرگو را اگه مشکلم بود قبول کردم، اما نبودن او را هیچ قبول نکردیم. او همیشه پیشم است ده اینجا. علی محبتم، تمام زندگی او یگانه ثروتم است. تو کوشش میکنی که کل چیز ما، محبتم از زندگی ما و یگانه ثروتم از پیشم بگیری و خودت به جای علی در قلبم جای کنی. ما هرگز نمیخوایم این کار کنم. ما به تو محبتت به نهایت احترام داریم، اما بودنت من ناراحت میسازه. تو هم مثل حکمت میگی که برو. نه من تو را دوست دارم، میخوایم همیشه همراهیم باشی، اما فقط کوشش کن لمسم نکنی. روح ما حضور نده، محبت ما، عشق ما و حالی من ناراحت نساز. ما با مردم چی چیزا میگیم؟ بازی کار علی را با ما ببین. شما عمر جاندان هستین؟ بفرمایید. با خاطر گرفتن بیانتان باید تو امنیت برین. خیرت باشه. موضوع چی از بچه؟ با خاطر موضوع اصلان اکبایی. با نفرهای گفتن نتونستی که برام یک عینک آفتابی بیارن؟ وضعیت هوا را ابری نشان میدادن. وضعیت هوا را در کجا دیدی احمق؟ خبرها را دیدم، هوا را ابری گفت. به نظرم اشتباه کردن. پریشان شده ما بودیم.
در یک شب تا صبح سر من خارش گرفت. استخوانایم درد میکنه. تمام بدنم کثیف شده. وقت رفتن به حمام است لالا. در سر سنگ خو میکنی و خدا به کیسمال تسلیم میکنی. قرار خو میشی، باز یکان گلاس آب میوه مینوشی. بسیار مفید است. انشالله که تا 1 سال دیگه هیچ مریض نمیشی. تو لعنت به تو آدم کثیف. به خاطر تو ما شرم ما بودیم. لالا حمام پاک است. چوب احمق لوده. او حشرات دیدی ها بودیم. هیچ خوابم نبرد. تمام شب در جانم میگشتم. فکر میکردی در حمام هم حشرات است؟ بان ما و احمق. این سر و وضع ما را ببین و این گپای دیوانگی تو را ببین. حرکت کن. چطور پاکت ندیدی حکمت؟ تو عمر بابا را نمیشناسی؟ اگه بخوای اون مافیا شده میتونه. یک قدر نصیحت میکنه کمانت خیانت نمیشه، راست فاش نمیشه. هنوز اون پاکت پیش عمر باباست؟ نه صبح وقت با پست خانه تسلیمش کرده. نشانی؟ نشانی را چی میکنی وقتی که نمیفهمید داخلش چی است؟ با اون نشانی میریم، اول میگیریم میخونیمش، بعدش باز میبینیم. توی رو بگو نشانی را دیدی یا نه؟ دیدم. ما میایم. کاکا اصلا تو رو در تشکیلات نگرفت. حالا میخوای من این کار کنم؟ واضح گپ میزنم. از ما که خوبتر پیدا نمیتونست. علی؟ حالا دیگه شک ندارم. این فگان چیز میگم و زیاد گپ نمیزنه. علی حتما عضو تشکیلات بوده. چرا علی را گرفته و تو رو نگرفته بود؟ فقط سواد مزلی که کم بود. اگه میخواست سر درس میخواند. من نظر ما تو نیست. پس چی است؟ تو کسی را کشته نمیتونی. با خاطر وطن کشته میتونم. وطن بان تو اگر دول زده نتونستی. پولاد خود از یاد نفهم نگی. تو ایره بگو که کشته میتونی یا نمیتونی؟ بدون کدام ترس کشته میتونم. شلیک کو. بالای تو چرا شلیک کنم؟ یگانه دشمن دولت هستم، مافیا هستم. تو هم دولت هستی، شلیک کو. تو کدام دشمن نیستی و ما هم دولت نیستم. خوب است که نیستیم. با ما اون نشانی را بده که پاکت باید اونجا بره. پدر هیچ نمیفهمیم. او مرد دکتر نیست، احمق است. صافیه 30 سال است که مادرت آقای هان تداوی میکنه. از ما و تو کده خوب میفهمه که چی کنه و چی نکنه. 15 سال پدر. در 15 سال کل چیز تغییر کرده اما طب تغییر نکرده. صافیه دخترم، نمیخوایم تو را خفه بسازم، اما به خاطر که تشویش نکنی برای توصیه میکنم که با مادرت زیاد امید نداشته باش. پدر جان نمیخوایم قلب شما رو بشکنانم، اما در این موضوع هیچ کاری کرده نمیتونیم. از ما 30 سال واقعیت ها رو پاد کردیم و باز حاله قسم پیشوری مستاد شده نمیتونیم. از ما چی میخوایی صفیه؟ مادر من دوستای ما آمدن، منتظر شما هستن آقا. از کاروانلی کدام خبر است؟ چه قسم آقا؟ نفهمیدم. تحت نظارت گرفته شده؟ اینطور کدام گپ نیست آقا؟ میفهمم که نیست سلیم.
من خواستم که آمادگی تو را ببینم. البته که زیاد جگرخون شدم. از هر طرف که ببینید ما تقریبا 20 سال با هم بودیم. از مسلکش خبر داشتین؟ کتابخانه داشت. بعد از اینکه تقاعد کرد کتاب فروشی داشت. هر دوی ما علاقه به کتاب داشتیم. بار آخر چی وقت ملاقات کردین؟ یک روز قبل از وفاتشان. کدام گپه درباره حادثه براتون نگفت؟ آقا اصلا بسیار یک انسان آرام بود. اون مرحوم مثل همیشه امرایم قصه کرد و بعدش یک پاکت برم داد. به خاطر چی؟ گفت اگه مرا چیز شد بازی را به نشانیش روان کن. پاکت در کجاست؟ روانش کردم. به کدام نشانی؟ پیگیری جنایت برای ما بسیار مهم است. بچه استاد عباس یک فرد کلیدی دولت بوده. نظر به ای که ای کار کرده حتما در قضیه دست کسادگام است. ما در فکر قضیه نیستم. متوجهی است نتیجه که از قضیه به دست میآید به نفع یا به ضرر کشور ماست. هیچ اسم و یا کدام شخص از شخصیت دولت کرده بر ما مهم نیست. با ما دولت کس است که در تاریکی دام جور نکرده و کسایی که با این دولت خدمت کردن باید جزای قاتلینشان داده شود. ای که کی حق به جانب است هنوز معلوم نیست دادستان صاحب. معلوماتی که پیش خود دارین باید با ما شریک بسازیم. اصلا اکبای یعنی بچه استاد عباس خصوصا در 2 سال گذشته رهبری بخش را که داشت، یعنی در تشکیلات محافظت آمد کارهای را انجام دادن که مربوطشان نمیشد. چه قسم کارا؟ تفصیلاتش راز دولت است. این دادگاه تصمیم بگیره که کدام بخش از دولت هست یا نیست. برملا ساختن موضوعاتی که نباید فاش شود هم به نقص دولت است و هم به ضرر جامعه. علت ملاقات با شما همی است. این جنایت اما قسمی که گفتین یک قوطی سیاه است. بزرگای ما حاکم بر تفصیلات این جنایت میشن. خارج از اون موضوعات ما و شما فقط کار خود انجام میتیم و بس. با حقوق شرط آورده نمیتونیم. در موضوعات استثنایی قوانین استثنایی هم تطبیق میشه دادستان صاحب. قوانین استثنایی را استخبارات تطبیق میکنه یا بخش حقوقی؟ استخبارات که قوانین استثنایی را تطبیق میکرد مرد دادستان صاحب. من بیایم آقا. بیا بریم کم قدم بزنیم. تو هم خسته شدی اسد؟ درست است. اسد به نظر تو اصلا نکی کشته؟ کار دشمن نیست آقا. متوجه منطقه خود ما باشین که هجوم نیاره. تا وقت هم که هجوم ناوردن غرض نگیرید. تقریبا 99% علی نیست. سریال وادی